اگر که اجازه بدیم به سرعت وارد صحنه ماه عسل بشیم و با مهمونامون آشنا بشیم، برای اینکه می‌خوایم گفتگو مفصلی باشون داشته باشیم. برای همین ازتون خواهش می‌کنم که سعیمون اینه که امشب چون شب قدرم هست گفتگوی راحت‌تر، صمیمی‌تر و عمیق‌تری داشته باشیم. برای همین خواهش می‌کنم که ما رو همراهی کنید، مخصوصاً رفقای جوان و دوست داشتنی و با معرفت خودم. بفرمایید. محمد آقای گل خیلی خوش اومدید. خانم خیلی افتخار دارید. خیلی ممنونم از لطفتون، از اینکه بزرگواری کردید و ما رو قابل دونستید تشریف آوردید. بسیار بسیار سپاسگزارم. و احوال چطور آقا؟ الحمدلله، خدا رو شکر. سلام میکنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز برنامه‌تون. ان شاءالله که هر جا که هستن در آرامش و آسایش باشن. ان شاءالله. خانم خیلی خوش اومدید. سلامت باشین. مرسی. منم سلام عرض میکنم. این ایامم تسلیت میگم. اول چه ذره گرم بود و این الان خوبه، شرایطتون معذب نیست؟ بهتر شد، دستتون در نکنه. تهران عجیب شده واقعا. عجیب. سرمایی توی گرمایی محمد جان؟ من از سرما خیلی بیشتر از گرما خوشم میاد. نه آدم از من حاضرم یخ بزنم ولی عرق نکنم واقعا. بسیار خوب. شما چه سالی به دنیا آمدید؟ من سال 1346 به دنیا آمدم. کجا؟ تهران. تهران به دنیا آمد. خانم شما اهل تهرانی؟ بله. شما هم تهران متولد بله. شد. شما به سرعت مهاجر شدید و مسافر. تو در چند سالگی محمد؟ 14 سالگی. 14 سالگی. خانم شما چند سالگی؟ 3 سالم بود. شما 3 سالگی. بله. مقصد هر دو هم یک کشور بود، امریکا. بله. یعنی هم شما امریکا رفتید هم شما. بله. شما در 3 سالگی، شما در 14 سالگی. شما که دیگه هیچی دیگه اصلا کاملا کودک بودین رفتین و تو هم اوایل نوجوانیت بوده دیگه، شکل گرفتن شخصیت و اینها. با خانواده رفتین شما دیگه؟ بله، من به همراه خانواده. خانواده اومدن اونجا، یه چند ماهی اونجا بودن، بعد برگشت ما رو گذاشتن اونجا پیش عموم که اونجا زندگی میکرد. بعد خودشون برگشتن، چند سال ایران بودن. خب تو اون ایام هم ما دیگه سن 16-17 سالگی یه مقدار سعی کردیم استقلال پیدا کنیم. من و خواهر بزرگترم بود. یه مکانی رو گرفتیم، اجاره کردیم، یه استقلال پیدا کردیم از پیش خونه عموم. دیگه یواش یواش رو پای خودمون می‌خواستیم بایستیم که دیگه خانواده‌ام به ما ملحق شدن. بعد از 2 سال رو ادامه دادیم دیگه زندگی در کشور امریکا. از چند سالگی کاملا مستقل شده بودی، کاری با کسی نداشتی؟ من فکر می‌کنم از 17 سالگی. خواهرم 1 سال و نیم از من بزرگتره. ما دوتا در اوایلی که وارد امریکا شدیم در نزد عموم زندگی می‌کردیم. یه چند سالی که گذشت دیگه هر دومون هم درس می‌خوندیم هم کار می‌کردیم. تونستیم با پولی که جمع می‌کنیم یه جای کوچیکی رو بگیریم و یواش یواش استقلال پیدا کنیم. من 17 سالم بود حدوداً، یا شاید هم 18 دیگه استقلال داشتیم. کسی مخالفتی با مستقل شدن شما نداشت؟ نه، اتفاقا این فرهنگ اونجا همینه دیگه. یعنی افراد میدونی تو امریکا با فرهنگ ایندیویدوالیسم رشد میکنن، یعنی هر فردی برای خودش. این نیست که اصلا رسم خانواده امریکایی اینه وقتی فرد 10 سالش میشه بهش میگن خب میخوای کجا زندگی کنی، میخوای پیش ما زندگی کنی، خب یک سری مسئولیت ها رو ما بذاریم رو دوش شما. اگر میخوای استقلال داشته باشی خب برو استقلال داشته باش. این فرهنگی که فرهنگ غالب هست اونجا. شما که مستقل نشدین، شما با خانواده بودید؟ بله. به شما اجازه نمیدادن ها؟ نه دیگه. خودتون هم دوست نداشتید؟ نه، خودم هم دوست نداشتم. ترجیحتون بود که کنار خانواده‌تون امریکا بله. زندگی کنید؟ حتی دانشگاهی که رفتم انتخابم اون بودش که نزدیک منزل ما بود. دانشگاه دور چی میگن محمد؟ دانشگاه اپلای نکردم، تقاضا نکردم. ببخشید فارسیش بعضی وقتا یک شما دیگه فکر کنم چند سال امریکا زندگی کردین؟ کلا 30 سال شده دیگه؟ بله، بیشتر از 30 سال. بیشتر از 30 سال. بله. از 3 سالگی رفتین 30 بله. سال اونجا. خدا رو شکر در حد اپلای من میدونستم. تشکر میکنم. ولی تو خیلی خوب استقبال کردی و دیدی شرایط فراهمه، سریع مستقل شدی و راحت. درسته؟ شما امشب میخواید زیر زبون من یه سری چیزا رو بکشید. من جلوی خانمم نمیتونم. نه اتفاقا نه، ما میخوایم شما با همین خوبی و خوشی، همین عشقی که بینتون حکم فرماست تشریف ببرید.
میگم تو استقبال کردی دیگه، آقا شرایط فراهم، به به بریم مستقل شیم راحت شیم. بله، یعنی من خیلی زود با اون فرهنگی که در غرب هست خودم رو تطبیق دادم. سن نوجوانی سنیه که آدم دوست نداره تو چشم باشه، مثلا کسی فکر کنه که شما متفاوت هستین از اونها. وارد دبیرستان که شدم، احسان جان یه جوری رفتار میکردم که دوست داره. مثلا امریکایی من تو استیت ویرجینیا بودیم، حومه واشنگتن دی سی. من مارشال های میرفتم، مارشال های اسکول میرفتم. اونجا مثلا فکر نکنید که حالا یه تفاوتی بین فرهنگ اونا و ما هست. این بود که این خیلی برای من نچرال اتفاق افتاد، خیلی طبیعی این اتفاق افتاد و من سعی کردم تا اونجایی که میتونم مثل اونها زندگی کنم. علاقه ها چی بود اون موقع؟ علاقه هم یه مقدار به خاطر اینکه هنوز زبان انگلیسیم راه نیفتاده بود، بیشتر علاقه‌مند به ورزش شده بودم. توی به اصطلاح تیم کشتی همون مدرسه مارشال های هم رفته بودم، باشون تمرین میکردم. بیشتر میپرداختم به ورزش و اموری که حالا زیاد زبانم لازم نداشته باشه. بعد شکل اینو میتونید تا اونجا که دوست داری جواب بدی. فضایی که حاکم بود تو خانواده شما چه شکلی بود؟ یعنی یک پدر مادر سختگیر، منضبط، خیلی متمایل به مثلا تحصیلات، و نه یه خانواده‌ای که کاملا مشخص خانواده خانم یه سختگیری داشتن که تو نداشتی، یعنی تو خیلی راحت تر بودی. بله، خانواده من خانواده ضد مذهب نبودند، ولی خب مذهبی هم نبودند به اون شکلی که بگیم یه خانواده سنتی ایرانی بودن. من دیده بودم که مادرم تو خونه نماز میخونه در کودکی، یا پدرم رو دیده بودم نماز میخونه. حتی یادم در کودکی پدرم به من نماز خوندن یاد داده بود. ولی خب وقتی این مهاجرت اتفاق افتاد، انگار همه اینا فراموش میشه و ما وارد یه جوی شدیم که اینها دیگه ارزش نیست و جوری زندگی کردیم که اصطلاحاً ضد ارزش زندگی نکرده باشیم و دیگه اون به اصطلاح مسائلی که برای خانواده مفید هست و خانواده رو حفظ میکنه، شاید میشه گفت تو خانواده ما دیگه به اون صورت رعایت نشد و بیشتر فکر میکردیم که چجوری میتونیم به پیشرفت اقتصادی و علمی مثلا کل خانواده داشته باشیم. خب بچه‌ها جوان بودن، من خودم خواهرم، یه خواهر کوچیک‌تر دارم، یه برادر کوچیک‌تر دارم. اینا همه فکر کنم مد نظر خانواده بیشتر این بود تا اینکه حالا یک سری مسائل تو خانواده رعایت بشه که این خانواده بتونه خانواده خوبی باشه و چی میگن محکم و مستقر میگن؟ نه، مستحکم. امریکایی‌ها یه ضرب المثلی دارن، میگن که the family that prays together stays together. خانواده‌ای که با هم عبادت میکنن، نیایش میکنن، با هم میمونن. این یه ضرب المثل خیلی معروفه شد. خب این اتفاق برای خانواده ما نیفتاد، یعنی خانواده ما به این شکل حرکت نکرد. ما بیشتر ذهنیتمون رفت دنبال دنیا و اتفاقاتی که تو دنیا میخواد برای ما بیفته و به این ارزش‌های مقداری بی‌تفاوت. تو به مرز جوونی که رسیده بودی چه شکلی بودی؟ یعنی چی کار میکردی؟ علاقات، انتخابات، سلیقت، ذائقت؟ بله من که خانم شاکی نمیشه رو میتونی برامون تعریف کنی. دیگه اگه شبم تو خونه رامون ندم ما میام منزل شما دیگه آشنایی باشه. این حسن داره. ببینید احسان جان، جوی که اونجا بود حالا همه آشنا هستن دیگه، بالاخره توی دبیرستان، توی دانشگاه، حالا کالج تشویق بر اینه که خب روابط بین پسرها و دخترها باشه و اون محیط هایی که بود، محیط هایی که کلوبایی که بود و کنسرت هایی که برگزار میشد، اینا همه اترکشن هایی بود که توی زمان ما بود و ما هم به سمتش حرکت کردیم. یعنی ما هیچ ابایی نداشتیم که مثلا کنسرت نریم، چیز نریم. یواش یواش وقتی اومدم کالیفرنیا دیگه لاس وگاس خیلی نزدیکتر شده بود دیگه، رفتن به لاس وگاس و رفتن به کازینو و کلابایی که اونجا بود دیگه روتین هر هفتهمون شده بود. یعنی فکر نمی‌کردم دیگه زندگی اصلا بهتر از این بتونم، استایل بهتر از این پیدا کنم و فکر می‌کنم دیگه آخرشه دیگه. من بیشترین لذت رو دارم از زندگی میبرم و این شرایط رو کاملا پذیرفته بودم و باش خو گرفته بودم و لذت می‌بردم. یعنی هیچ مشکلی با این سبک زندگی من نداشتم اون موقع من هنوز 24-5 سالم بود. حالا اگه از اوایل زندگیم بگم به شما،
زمانی که 14 سالم بود که رفتم امریکا. خب یه مدتی که گذشت، من دوره دبیرستان رو که تمام کردم، روی اون ادبی که تو ایران یاد گرفته بودم، احترام به معلم، یکی از معلم‌ها توی دبیرستان از رفتار من خیلی خوشش اومده بود که وقتی وارد کلاس میشن ایشون، من بی تفاوت نمیشینم، بلند میشم، احترام میذارم، سلام میکنم. آخه تو امریکا بچه‌ها خیلی راحتن، وقتی که معلم میاد وارد کلاس میشه، یکی پاش رو میزه، یکی داره چیپس میخوره، مثلا یکی داره موسیقی گوش میده، معلم میاد کارش رو میکنه، درسش میده و از کلاس بیرون میره. این حالت رو من با معلمین نداشتم، با اینکه زبان اونها رو خوب صحبت نمی‌کردم، ولی یاد گرفته بودم که بهشون احترام بذارم. خب این احترام باعث این شد که این خانم اومد پا جلو گذاشت، میسیز دی، خدا انشالله هر جا هست بهش آرامش بده، و یک اسکالرشیپ از دبیرستان اون زمان برای من گرفت، نزدیک هولوش 12-13 هزار دلار برای یک کالج فنی حرفه‌ای. من وارد کالج فنی حرفه‌ای تست الکترونیک در واشنگتن دی سی شدم. این دوره 1 ساله بود. بعد از این یک دوره به اصرار مدیر همون مدرسه من وارد محیط کار شدم. ایشون اومد به من گفتش که محمد، این الکترونیک خیلی فراره، شما زود یادت میره که این اسکماتیک ها و اینا رو که بهت یاد دادیم، اگه نری وارد محیط کار بشی یادت میره. خب من وارد محیط کار شدم. اتفاقا اون موقع رفتم با یه شرکتی به نام Division Health Medical Supply در استیت مریلند برای مدتی برای اونا کار میکردم. اوضاع اول کارت خوب بود؟ درآمدت خوب بود؟ خب اینجا که کارمند بودم. بعد یه مدتی که برای این شرکت کار کردم، دیدم که همون کاری که من برای این عزیزان میتونم انجام بدم، خودم هم میتونم این کار رو انجام بدم. منم یه شرکتی رو تأسیس کردم. بازم میگم قوه پیشرفت من همون اخلاقی بود که شاید در ایران یاد گرفته بودم، احترام بزرگتر، و اینکه اگه یه چیزی از من میخوام، حتی در فرض کنید در مسئولیت‌های منم اگه نبود، باز من سعی می‌کردم اونو برآورده کنم برای اون افرادی که باشون کار می‌کردم. من با سالمندان و افراد مددجو کار می‌کردم، افرادی که با صندلی چرخدار زندگیشون، یعنی موبیلیتیشون صندلی چرخدار بود، و اینا خیلی وابستگی پیدا می‌کردن به افرادی مثل من، چون اگر ما نبودیم یک جوری انگار مثلا دیگه پایی نداشتن که جایی برن، مکانی برن، و زندگیشون یه جوری خیلی محدود میشد. یعنی در عین آتش‌بارگی که داشتی و شیطنت‌ها و اینا، ولی مهربونیه رو از ایران با خود برده بودی. بله، یعنی این ثروت رو شاید هم خدا خواست، این ثروت با من مونده بود. یعنی تا امروزم فکر میکنم اگر اون اخلاق نبود، این در موفقیت برای کار من باز نمیشد، چون من هیچ تبلیغی هم برای کارم نکردم. این خیلی زود word of mouth دیگه، این به اون گفت، اون به اون گفت، یواش یواش شرکت ما خیلی زود توسعه پیدا کرد و تا سن 24-25 سالگی من از یه وضعیت مالی خوبی برخوردار شدم. خب این دیگه اضافه شد به اون به اصطلاح توقعاتی که من از دنیا داشتم. توقع من از دنیا این بود که همه جوره منو سیراب کنه و هر انتظاری که ازش دارم رو برآورده کنه. این خودمحوری من با تمکین مالی دیگه داشت اوج میگرفت. تو این ایام بود که ثروتم اضافه شد و تو صاحب قدرت هم شدی تازه. حالا قدرت که نه، ولی یه قدرت مالی که منو اجازه میداد از لذت‌های دیگه یا لذت‌های جدیدتری مثلا برخوردار کنم خودم رو و به مسافرت برم، جاهای مختلف برم. حالا این شرایطی بود که در سن 25-6 سالگی برای من ایجاد شد. ما کلا تو فرهنگ بهش میگیم عشق و حال. بله. همونه دیگه. خب دیگه سبک زندگی من این بود که خودم موسیقی میزدم، من درام میزدم، جاز میزدم. بعد منزلمونم یه شکلی درست کرده بودیم که نصف منزل تمام آلات موسیقی بود، نصف منزلمون تمام مشروبات الکلی بود، بار داشتم و از این داستانا درست کردم. بالاخره محیط یه جوری بود امریکا که وقتی افراد می اومدن داخل منزل شما دوست داشتین اون رفاه اونها و اون خواسته های اونها برآورده بشه. یه جوری جزوی از مهمان نوازی اون سبک زندگی من بود. این بود که مثلا دوستام که می‌خواستن حالا تمرین کنن، تمرین خوانندگی کنن یا هر چی، بلند شدم میومدم منزل ما دیگه. تا اینجاها دیگه چند سالت بود؟ 26 سالم بود. 26 سالت شده بود. بله. کار به یه ثباتی رسیده بود. بله. کمپانی رو تأسیس کرده بودی، بله. پولم در میآوردی، کارمندام کار می‌کردم، خودم هم مشغول بودم و تصورت این بود که این بهترین زندگی داری می‌کنی، مسافرت‌های خوب. بله اصلا شکی نداشتم
که این سبک بهترین سبک زندگی، یعنی جایی بهتر از لاس وگاس من اصلا نمیدونستم تو دنیا اصلا جایی بهتر از وگاس هست، اصلا تجسم نمیتونستم بکنم که جایی بهتر از اینجا باشه. یه همچین سبک زندگی بود. خودم هم میگم مشغولیات کاریم و مشغولیات هنری که نمیشه گفت، ولی همین بعد خانواده چطور؟ بعد خانواده شرایط اونا هم کاملا خانواده خب خانواده‌ام بازم در رفت آمد بودن، میومدن ایران برمیگشتن، ولی اونها هیچ یعنی کسی نگران زیاده رویای تو نبود که دیگه؟ اصلا چون اونا اصلا فکر نمی‌کردن که من زیاده روی میکنم، چون همه یک سبک زندگی میکردیم، یعنی سبک زندگیمون خیلی شبیه هم بود. اگر مثلا مهمونی میگرفتیم خونه همه میومدن، دختر و پسر میومدن تا صبح میزدن و میرقصیدن، چیکار میکردن، این یه چیز عادی بود. اگه این نبود غیر عادی بود، مثلا این شکلی. نه خیلی عادی بود. یعنی هیچ مخالفی هم دور و بر خود نداشت؟ نه هیچ مخالفی نداشتن، هیچ مخالفی هم دور و بر، اصلا هیچ کسی راجع به رفتار من یا راجع به سبک زندگی من هیچ وقت منو کریتیسایز نکرد، هیچ وقت نمیاد بگه تو این چه کاری میکنی، هیچ کسی به من هیچی نگفت. و تصورم شناسنامه همراه خودت داشتی و یک پاسپورت که محمد هر موقع بهش رجوع میکرد فقط توش نوشته شده بود که بله این آدم مسلمونه دیگه، دینش هم اسلامه، مذهبش هم مثلا تشیعه، درسته؟ سنتی همین بود؟ بله به صورت سنتی همونجوری. هرگز بهش فکر میکردی؟ علامت سوال تو ذهنت بود یا توجهی داشتی یا نه فقط در حد یه چیزی که همینجوری نوشته شده تو پاسپورت؟ هیچ توجهی نه به اسمم داشتم، نه به اینکه اسم من اسم چه شخصیتیه در این عالم. حتی اینم برات مهم نبود؟ اصلا مهم نبود، اصلا مهم نبود. و به هیچ کدوم از این مسائل که شما الان دارین بهش فکر میکنین من فکر نمیکردم. فقط به این فکر میکردم که آخر هفته چجوری میتونم هفته‌مو یه هفته خوبی داشته باشم، یه باربیکیو داشته باشیم، بچه‌ها بیان دور استخر بزنیم و برقصیم و نمیدونم شادی داشته باشیم و دوباره اول هفته بریم سر کار، اون روتین هفته رو پشت سر بذاریم. این سبک زندگی. خانم داره چپ چپ تر نگاه میکنه حواسم. شما فقط موضوعش جدید دارم میشنوم. واقعا نشیده بودی اینا رو؟ یعنی هیچ وقت نشیده بودی؟ نه به این، نه با این تمرکز و جزئیات و اینا. شما فقط موضوع بشین چیزی پرتاب نکنم، اگر خواستم بکنم خواهش میکنم به من بگی، من جا خالی نیست اینجا. عرض کنم که چی فهمیدی خانم؟ میگم چیزی نیست اینجا، خیالتون راحت. میتونی بلند شیم با صندلی استفاده کنیم. خیلی خب، پس همه چی خوب بوده دیگه، حالت همینجوره خوب و شرایط عالی و هیچ کسی هم کنارت نبوده و فکر میکردی که فقط این درآمده بیشتر بشه، اعتبارت در حوزه کاریت افزونتر بشه و این لذت ها بیشتر و بیشتر و بیشتر، چیزی که خب بالاخره هر کسی هم بهش فکر میکنه. الان نمیتونیم، یعنی من یا حتی خیلی از جوانایی که دارن تماشا میکنن الان نمیتونن به تو گاردی بگیرن. بالاخره آدمیزاد و انسان و این کره خاکیه و بالاخره لذت دیگه گذشتن ازش خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته. تازه مخصوصا برای تویی که اصلا کسی کنارت نبوده، تو داری خیلی صادقانه و صریح میگه حتی به اسمت فکر نکرده بودی که اسم من محمده، یعنی تو پاسپورت هم یک دین و یک مذهبی دارم، پس برای اصلا اهمیتی نداشته. خب ادامه پیدا کرد تا اینکه شاید میگم اون لذت هایی که تو زندگی میبردم دیگه یواش یواش برای من عادی شده بود. میگشتم دنبال یه لذت های جدیدتر. با مکانی آشنا شدم از طرف یک سری عکس و فیلم و به اصطلاح بروشور که داشتن به نام کارناوال. یک مراسمی هست کارناوال در کشور برزیل. حالا شاید تماشاچی نزدیک این داستان منو میشنون، داستان من براشون تکراری باشه، شاید قبلا شنیده باشم، ولی این اتفاقی که در زندگی من افتاد آغازش از اینجا بود که من قصد رفتن به یه مکانی رو کردم که فکر کردم میگی بیننده‌های ما کارناوال رو تو برزیل میشناسن. نه داستان زندگی منو شاید شنیده باشن. من فکر نمی‌کنم هیچ کسی کارناوال تو برزیل رو بشناسه اصلا. بفهم. نه منظورم که شاید با داستان زندگی من آشنا بوده باشن که من دارم اینو توضیح میدم، ان شاءالله که بالاخره چیز تکراری نباشه براشون، ولی کلا زندگی من از اینجا آغاز شد. قصد به رفتن کشور برزیل و اون محفلی که به نام کارناوال هست، اون جشن
دیگه لاس وگاس رفتن و این ور اون ور رفتن و جای دیگه اینا دیگه برای تو دیگه کسالت آور و خسته کننده شده بود. یهویی دیدی که یه کارناوال عجیب غریبیه که بله. حالا اینو استثنا توضیح ندیم راجبش بد نیست، پس بری برزیل. دیگه این احساس کردی دیگه ته قصه است دیگه. بله دیگه برای من اینجا دیگه واقعا یه لذت جدیدی داشت آغاز میشد و خیلی برام جالب بود، جذابیت داشت که برم یه جایی که همه میان تو خیابونا میزنن و میرقصن و مست میکنن و چیکار میکنن. این یه جاذبه‌ای برای من داشت. گفتم عکسایی هم که ازش دیده بودم برام خیلی جالب بود، گفتم برم اینجا رو هم تجربه کنم. که از منزل که میومدم بیرون هم خواهر بزرگترم داشت میومد منزل ما، ازم پرسید کجا میری که من بهش گفتم میرم برزیل. رفت داخل منزل، یه روی فایر پلیس ما یه خودش اومده بود، یه دونه 7 سین همون ماه گذشته چینده بود، هنوز اون 7 سین رو بر نداشته بودیم. روی اون 7 سین کتابی بود، یه کتاب سبز رنگی بود و اونو برداشت آورد و گفت بیا از زیر این کتاب رد شو. من متوجه شدم که اون کتاب قرآنه. من از زیرش به احترام خواهر بزرگترم رد شدم، بعد داد دستم گفت ببوسش، مثلا یه همچه حالتی اگه یادم باشه درست. باز کردم دیدم ترجمه فارسی داره. فکر کردم که خب این یه فرصت خیلی خوبیه. تو اصلا دیده بودی قرآن رو؟ قرآن رو اصلا بهش توجه نداشتم. نه. و تو خواهرت مگه اعتقاد داشت به قرآن؟ یک رسم سنت ایرانی ها که میان میگن از زیر قرآن از این جهت که یک رسم سنتی ما داشتیم که مسافر اون از زیر قرآن رد که به سلامت باز میگرده و تو هم اون روزها درآمد خوبی داشتی و کمک خرج خانواده و اینها بودی دیگه. اقتصادی خانواده بودم و به خاطر همین شاید نگرانی ایشون به خاطر اون بود. یعنی سوالی تو ذهنت پیش نمیاد که خب من برای چی باید زیر این کتاب رد شم؟ چرا؟ ولی خب کاملا ایگنورش کردم، بهش فکر نکردم. اومدم از زیر کتاب رد شدم و کتاب رو که گرفتم باز کردم ترجمه فارسی داده، خوشحال شدم. گفتم خب من میتونم اینو ببرم بخونم ببینم توش چی نوشته شده. یکی اینکه خودم میخواستم ببینم تو این کتاب چی نوشته شده، چون شنیده بودم این برام راجع به قرآن، اسمش رو حداقل شنیده بودم. و دو اینکه احساس کردم خواهر من خیلی ذهنیتش مثلا عقب افتاده و خیلی اولد فشن، خیلی مثلا خرافاتی فکر میکنه. چجوری میتونه یک کتاب مثلا حوادث رو از انسان ها دور کنه؟ مثلا این یک حالت خرافاتی برام داشت. نگاتی بود که حتی تو ذهنم اومد نگاه کنی مثلا تو ذهن خود بری غلطاش هم بگیری، بگی خواهر من اینا سنت هم بذار کنار، این چه کاریه؟ بله مثلا کتابی بالاخره یک محمد نامی در گذشته بوده، این فرد باهوشی بوده، همون چیزایی که تو ذهنم بود، شاید چیزایی که زمانی که در پیش عموم زندگی می‌کردم عموم گفته بود منم شنیده بودم، شاید اون بخشی از اون مطالبی که تو ذهنم بود برمیگشت به اون زمان. چرا عموی تو چه شکلی فکر می‌کرد؟ عموم خب کاملا کافر بودن ایشون دیگه، یعنی ایشون تنها کسی بودن تو خانواده ما که کاملا ضد دین بودن اصلا، و نسبت به دین حتی کلام خوبی هم نداشتن. خب من توی همچین خانواده‌ای چند سال زندگی کردم در پیش عموم، 2 سال پیش ایشون زندگی کردم. شاید اون طرز فکر ایشون یا بیان ایشون رو ذهن من تأثیری گذاشته بود و اون زمان من فکر کردم که خب این کتابی که هیچ ارزشی نداره چرا خواهرم داره مثلا براش ارزش قائل میشه، من برم بخونم توش چی نوشته، بعدم بیام از مطالبی که اشتباهاتی به قول شما که پیدا میکنم تو این کتاب بیام خواهرم هم راهنماییش کنم، بگم دست بردار مثلا از این عقاید بیهوده خود. سفر تو از امریکا به برزیل برای رسیدن به کارناوال معروف برزیل شروع شد. بله. اما همراه خودت قرآن رو بردی. یه اتفاق خیلی عجیب، یعنی من داشتم میرفتم به اند فساد، ولی خب یه کتابی با من همراه شد به صورت تصادفی به این شکل که حالا به روایتی من احساس میکنم که آخرین ریسمان الهی برای منی که داشتم با شوق به سمت یک دره‌ای میرفتم که بعدها متوجه شدم که این چه خطر بزرگی از من گذشته و من خودم با خبر نبودم. پرواز پرید، رسیدی برزیل. رسیدم برزیل. بله. توی هواپیما شروع کردی قرآن خوندن یا نه؟ نه خیر. توی هواپیما اگه چیزی پرت نکنن اینقدر سرم شلوغ بود با این خانم حرف بزنم، با این دیگه اصلا نرسیدم کتاب بخونم. حواستون باشه. نه من حواسم هست دیگه. رفت سمت کفشش، من صدات میکنم با هم دو تایی میدویم میریم بیرون. بعد رسیدم شهر ریو دی ژانیرو. اونجا دیگه دیدم چه ابهتی داره این رقصای گروهیشون، مثلا 200-300 نفر یه تبلو دارن میزنن و اومدن تو خیابونا میرقصن، خانم‌ها مثلا با نیگین بدنشون رو پوشوندن و اینجوری. خیلی برام
جاذبه داشته و اومدم گفتم پس برم 1-2 ساعتی مثلا استراحت کنم تو هتل، بعد یه دوشی بگیرم یه چیز بیام برم سر حال برگردم. اینجوری که تازه من از راه رسیدم دیگه. این اتفاق دقیقاً داشت، یعنی لحظه به لحظه انگار که مثلا حالا اونایی که ناظر این جریان بودن که بعدها من متوجه شدم چقدر فرشتگان و چقدر شاید مثلا حالا خود خداوند و گروهی که ما رو نظارت میکنن در هر لحظه زندگیمون چقدر به من دارن میخندن که من با این افکار دارم میرم به سمت اون اتاقی که قراره درش باز بشه، من برم اونجا استراحتی بکنم، به قول خودم حالا برم استراحتی بکنم و برگردم به یک محیطی که با شوق و ذوق دارم خودم رو به سمتش نزدیک میکنم و خداوند داره نگاه میکنه که این آخرین ریسمانش رو برای من در این لحظه داره پرتاب میکنه. رفتی هتل که استراحت کنی 2 ساعتی بخوابی و برگردی؟ بله. خب وقتی میخواستم بخوابم گفتم یه چیزی بخونم که چشمم خسته بشه. تنها کتابی که داشتم قرآن بود. برداشتم شروع کردم خوندم. چند صفحه خوندم بعد بستمش و گذاشتمش کنار. چراغ خاموش کردم خوابیدم. یه چند ثانیه‌ای که گذشت شاید به 1 دقیقه نرسید. خودم رو نشوندم دم تخت، دوباره چراغ رو روشن کردم، گفتم معنی این کلماتی که الان خوندم چی بود؟ یعنی چی این حرفا؟ یعنی چی؟ این است کتابی که راهنمای پرهیزکاران است، آنان که این صفات رو دارند. و میگه میاد میرسه به آیه 23-24 که میگه و اگر تو را شکی است در این کتاب، در این نوشته ها که آیا نوشته دست بشره یا فرستاده شده از سمت خدای خالق تو، پس بیارید مانند آن سوره‌ای و گواهان خود را بخوانید. این ابتدای قرآن هم است دیگه. بله، سوره بقره آیه 23-24. یعنی خیلی هم نخونده بودی، شاید در حد 2-3 صفحه. و این یک دفعه منو استرایک کرد، یعنی واقعا مثل یک رعد و برق تو قلب من یه دفعه مثل یه پتکی بود که به سینه من خورد. و من این یک تیکه اول قرآن رو 13-14 بار میخوندم، مثلا این می‌مونم از اول. چرا به این آیه که میرسیدی چه احساسی به دست می‌داد؟ چون ببینید احساس می‌کردم که یعنی چی این کتاب مال مثلا 1400 سال پیشه. اینجا این کتاب یه رجزخونی کرده، مثل یک پهلوان ایستاده و گفته کسی نمیتونه کمر من رو به زمین بزنه، کسی نمیتونه مثل من کلامی در این عالم داشته باشه. چطور من راجع به این رجزخونی تا حالا نشنیده بودم؟ چطور مادر پدر من راجع به این رجزخونی این کتاب هیچ کی به من هیچی نگفته که این کتاب یه همچین منطقی داره، یه همچین مطلبی توش نهفته. خب من سراغ این کتاب نرفته بودم، ولی کسان مسلمان زیاد دور و بر من بود. یه جورایی شوک شده بودم که چرا این مطلب قبلا به گوش من نرسیده بود که من بتونم راجبش فکر کنم، تصمیم بگیرم یا این منطق درسته یا منطق من درسته، یا راه زندگی من درسته و انتهاشم کارنوال و امثال اون، یا اینکه خط قرمزایی که این کتاب داره من ترسیم میکنه درسته و من باید تسلیم و فرمان بردار این اشاراتی که در این کتاب هست باشم. این تو ذهن من یعنی با ذهن من این فکر بازی میکرد و من دیگه اون شب نمیدونم تا صبح چجوری من خوابیدم، ولی صبح که بلند شدم دیگه اون انسان یه شب پیش نبودم. چرا؟ فقط به یه سوال برخورد کردی. چرا؟ این سوال تمام اون شاید میشه گفت تنه منو به هم ریخت، برنامه ریزی زندگی منو این سوال به هم ریخت. یعنی این سوال اومد تو زندگی من و به من گفت شاید ارتباطی مستقیم بین خالق تو و تو هست و تو تا این لحظه بهش توجهی نکردی. شاید این بوده و تو بی‌اعتنایی کردی، چون تا اون لحظه من هیچ ارتباطی با قرآن نداشتم. یک لحظه داخل قرآن رو باز نکرده بودم بخونم که من مطالبش چی هست. 13-14 بار میرفتی از اول میخوندی به این آیه ها میرسیدی تو بقره، میستادی فکر میکردی، جوابی نداشتی، باز برمیگشت و هر دفعه که برمیگشتم میگم به دوستانم، میگم مثل اینکه یه پتکی رو برمیداشتن و به قلب من میزدن و میگفتن بیدار شو بیدار شو، از این خواب غفلت بیدار شو، جای حقیقتی نهفته که تو باید اطلاع پیدا کنی راجع بهش. صبح چیکار کردی از خواب بیدار شدی؟ بعد از اون دیگه من وارد اون قضایی که دنبالش رفته بودم نرفتم. حقیقتش اومدم
دیگه دیرم از خواب بلند شده بودم، یه غذای گرفتم. شنیده بودم توی ریو د ژنرو خیلی بچهای خیابونی، بچهای یتیم خیابونی زیادن. به ما گفته بودن توی هواپیما که کیفاتون تو جیب مثلا پیرنتون نگذارید، ساعت اینا دستتون نباشه یا چیزی میذارین زمین حواستون باشه، این بچه‌ها میان اینا رو میدزدن و میرن، شما نمیتونید بگیرینشون، خیلی فرز هستن و مواظب اجناستون باشید. این بود که من به هوای این که این بچه‌ها زیادن تو شهر، یه غذای بیشتر از اون مقداری که خودم احتیاج داشتم گرفتم، رفتم به سمت دریا. اونجا یه پلی بود، دیدم زیر اون پل این بچه‌های یتیم نشستن بغل هم، رفتم پیششون نشستم و یه مقدار غذا در اختیار اونا گذاشتم. شروع کردم یه دیکشنری پرتغیز داشتم، شروع کردم با اینا زبان پرتغیز صحبت کردن، از روی کتاب نگاه می‌کردم، جمله می‌ساختم، به اونا میگفتم. خب باعث خنده و شادیشون هم میشد، چون کلام من، لهجه‌ای که من داشتم اونا آشنا نبودن. بعد در مقابل اونا شروع کردم به من یک ورزش رزمی که خیلی برای مردم برزیل مهم هست به نام کاپوئیرا، اینو به من یاد میدادن و خیلی براشون جالب بود که مثلا کسی باشه نگاهشون کنه اینا وقتی این ورزش رو انجام میدن. حالا اون ورزش یه تاریخچه کوتاه ازش بگم، ورزشی بود که در زمان بردهداری، زمانی که برده‌های مثلا 400 500 سال قبل وقتی برده‌ها نمیتونستن با هم دور هم جمع بشن، بیشتر از 3-4 نفر نمیتونستن دور هم جمع بشن، این کارنوال و این ورزش در اون زمان به نیت این که برده‌ها بتونن خودشون رو آزاد کنن و بتونن با هم ارتباط داشته باشن آغاز شد. یعنی آغاز کارنوال در اصل این بود که برده‌ها با به هوای این که شکل و شمایل روستاها و لباس‌های سنتی خودشون در آفریقا به رخ هم میکشن و اون رو به هم نشون میدن، دور هم جمع بشن. و این ورزش کاپوئیرا یه ورزشی بود که وقتی نگاه میکنه انگار افراد دارن میرقصن، ولی در اصل یک مارشال آرت خیلی کشندم هست و ضربه های خیلی کشنده درش نهفته. خب این مارشال آرت و این ورزش تونست باعث بشه که برده ها اون موقع خودشون از بردهداری نجات بدن. برای مردم برزیل این خیلی ارزش داره، این ورزش کاپوئیرا مثل همون ورزش سنتی خودمون، ورزش زورخانه‌ای میمونه که مردونگی در اونجا و نام مردان خدا در اونجا برده میشه. خب تو علامت سوال بزرگی تو قلبت و تو مغزت نشسته بود و چجور دنبال پاسخش بودی؟ با خوندن رها کردی کلا فضا رو، یعنی دیگه برنگشتی سمت کارناوال نرفتی؟ کاملا جهتم تغییر کرد، رفتم به سمت جنگل‌های برزیل. بگیم چرا؟ عالی بود، خانم گفت خدا رو شکر. این دیگه خیلی از صمیم قلب گفتم، من دیگه واقعا اسپیچلس شدم، دیگه حرفی نتونستم بزنم. بدون که برگردی سمت کارناوال رفتی سمت جنگل‌ها، یعنی سمت آمازون؟ بله. حالا ایشون گفتن بگیم بهشون چرا. من بعدها متوجه شدم این خطر رو که منو تهدید می‌کرد. به من گفتن که خیلی‌ها وقتی وارد کارناوال میشن بعد از چند سال با مریضی‌های خیلی ناشناخته از دنیا رفتن. اونجا انقدر فساد زیاد هست، خب مردم با ارتباطاتی که با هم تون فضا پیدا میکنن این انتقال این مریضی ها به شدت اتفاق میفته. و من بعداً متوجه شدم که همچین داستانی هم که شما برنگشتی که این نبود. من دلیل یه سرگشتگی و یه پریشان حالی پیدا کرده بودی که ترجیح میدادی بزنی به دل طبیعت. اصلا من مست این مطالبی شده بودم که تو قرآن میخوندم. من اون قرآن رو همراه خودم میبردم بیرون، لب دریا میشستم و قرآن رو ادامه میدادم، مطالب رو صفحه به صفحه باز میکردم و میخوندم و همینجوری ادامه میدادم خوندنم رو. منتها میگم همون اوایلش بود که 13-14 بار خوندم، ولی بقیه‌اش رو دیگه یک بار داشتم مرور میکردم. یه خودکارم با خودم داشتم، هر جاش سوال داشتم خط میکشیدم یا علامت میذاشتم. زندگی من شد این، یعنی محو این مطالبی شدم که تو این کتاب نوشته شده که میگم تا اون زمان من هیچ توجهی بهش نداشتم. راه و زندگیمون کج کردم، رفتم به سمت جنگل‌های آمازون. از شهر بلیم که شمالی غربی ترین شهر برزیل هست، میره سمت پرو. قبل از اینکه میره به سمت پرو. احسنت. از اونجا شروع کردم با کشتی‌های مسافربری و باربری بودن که باشون مسافرت میکردم و دیگه به زمان هم فکر نمی‌کردم که من چقدر زمان دارم، کی باید برگردم. تو قرار بود چند روزه برگردی از برزیل پیش خانواده‌ت؟ اگه اشتباه نکنم سفر من 10 روزه یا 2 هفته‌ای بود، ولی بیش از 1 ماه طول کشید. یعنی من وارد جنگل‌ها که شدم دیگه کل سفر من بیشتر از 1 ماه طول کشید و با اینکه خیلی مسئولیت‌های کاری و شغلی رو دوشم بود
ولی انگار مثلا هیچ کدوم از اونها دیگه برای من اهمیت نداشت اون لحظه. و چیزی که قابل اهمیت بود این که من بیشتر اطلاع پیدا کنم که این کتاب چه مطلبی رو میخواد به من برسونه. این بود که فضای بسیار بسیار پرایوت رو پیدا کردم. توی کشتی ها میرفتم، در مثلا بالاترین نقطه کشتی میشستم، جایی که آب بارون ها مثلا اذیت نکنن، یه سقفی بالا سرم باشه. از اون بالا این جنگل ها و این حیواناتی که در اونجا زندگی میکردن، اسبای آبی که دست جمعی حرکت میکردن و دالفین هایی که تو آب و میمونا که از درخت ها مثلا به میپریدن و صداشون مثلا تو این جنگل میپیچید. چه کمکی به تو میکرد؟ ببینید نگاه من تغییر کرده بود و من هنوز خودم هم متوجه نشده بودم، ولی نگاه من از خودم اومده بود به بیرون از خودم. یعنی تا قبل از اون من زندگی خودمحورانه‌ای داشتم، یعنی خود من محور زندگی خود من بودم. اینجاست که مثلا احساس میکنم که نگاه من از خودم اومد و فراتر از خودم رو شروع کردم دیدن. یعنی اون تماشای این طبیعت، حتی حیوانات، حتی آب، حتی آسمون، حتی جنگل، منو شرمنده میکرد. میگفتم من توجهی من تا الان همیشه به خودم بود و لذت هایی که خودم میخواستم در این عالم ببرم. خداوند یک همچین عالمی رو آفریده و من همیشه تو این عالم توجهم به خودم بوده. نشون می‌کردی که این طبیعت صاحب داره، خالق داره. کلاً اصلا احساس کردم که خود منم صاحب دارم و صاحب من هر جمله‌ای که از قرآن می‌خوندم انگار مثلا یک کلام دیگری رو در قلب من مثلا زنده می‌کرد. انگار که مثلا این قرآن در قلب من بود که در قلب انسان‌ها هست. وقتی می‌خونین انگار یادآوریتون می‌کنه. یه فطرت بیدار شده. احسنت. مثلا این خیلی کلام جالب، فطرت بیدار شده. اینجوری بهش فکر نکرده بودم ولی دقیقاً همینجور. انگار این فطرت بیدار شد که داشت بیدار میشد. دیگه مست این فضا و این کتاب شده بودم. تا جاهایی رفتم که همینجوری داشتی میرفتی برای خودت؟ بله، اصلا برام مهم نبود کجا میرم، فقط مهم این بود که من بلیط بگیرم و سوار این کشتی‌ها بشم و به سمت پرو حرکت کنم. به شهر مناس رسیدم. شهر مناس یکی از شهرهای مرکزی آمازون هست. از اونم فراتر رفتم، رسیدم به مناطق ویلا موس که در حومه ویلا موس مناطقی بود، جزایری بود که اونجا به من گفتن شما چون سفید پوست هستید نمیتونید شب اینجا سکنا کنید. قوانین این منطقه اینجوری طراحی شده. اتفاقا من با یعنی با رئیس این 46 جزیره که منسجم شده بودم با هم یک ملاقاتی داشتم تو شهر ویلا موس که اونجا ایشون اجازه دادن که مدتی من در جزایر ایشون بمونم، با اینکه سفید پوست بودم. اونجا فقط سرخ پوستا اجازه ماندن داشتن در. یعنی خودت بودی و کوله پشتیه و قرآن تو دستت؟ بله، و یک چوب دستی که بعضی وقتا حیوانات مثل سگ و اینا می اومدن مثلا من از خودم دفاع کنم، یا پرنده‌های خیلی عجیبی اونجا داشتم احساس ترس می‌کردم، گفتم این چوب دستی به درد می‌خوره. بله، یه داستان خیلی عجیبی هم توی همون زمان افتاد. میگم همه اینا دست به دست هم داد. من با اون آقایی که گفتم خدمتتون اون رئیس این قبایل آشنا شدم. من توی دونه از این جزایر که وارد شدم با یه کشتی باربری اومدم اونجا و بعد رفتم دنبال یک چیز میگشتم، پزارا یعنی جایی که شما میرین هتل بگیرین، یعنی هتل که نیست، یه اتاقی بهتون میدن، یه تختی داره، شب اونجا بدن بریکفاست بهتون بدن. بعد هر چی گشتم پیدا نکردم. گفتم خب اون موقع من موهای بلندی داشتم و ریشم هم بلند شده بود، توی سفرم بلندتر شده بود. ما داریم عکسای محمد، اگه عکس محمد هست اون روزا یک دو فریمش رو ببینیم خوبه. بله. بعد یه لباس سفیدی هم تنم بود و این کوله پشتی و یه مقدار بارون گرفته بود، موهام خیس شده بود. دنبال یه جایی میگشتم که برم به اصطلاح مکانی بگیرم اجاره کنم. جایی رو پیدا نکردم حقیقتش. وقتی برمیگشتم به سمت کشتی یا همون قایقی که قایق باربری، کشتی باربری، دیدم یه جای صلیبی هست، یه خونه‌ای، یه صلیبه. گفتم خب این یه خونه حصیری هم بود، تقریبا خیلی پریمیتیو بود. گفتم خب اینجا یه کلیساست دیگه، یه چرچه، خب من میرم اینجا ببینم به من جا میدن بمونم. در زدم و بعد از یه مدتی دیدم یه صدایی از داخل اومد. داشتم مایوس میشدم که برم مثلا راهمو بگیرم و برم. بعد یه خانم مسنی با یه فانوس اینجوری اومدن دم در و
قدشون هم نسبت به من خیلی کوتاه‌تر بود. منو به این شکل نگاه کردن، این فانوس هم دستشون بود و منم با زبان پرتغیز اونی که یاد گرفته بودم گفتم من میخوام امشب با شما بمانم اینجا مثلا توی این مکان. بعد ایشون درو بستن و خب من احسان جان فکرم 2 نصف شب اینجا توی این مثلا جزیره شاید کار بدی کردم، مثلا در زدم اینا رو بیدارشون کردم. اینا حرکت کردم به سمت کشتی، گفتم ولش کن میرم اونجا، حالا یه چیزی میشه دیگه، فوقش یه خورده خیس میشم. مثلا هم که راه افتادم دیدم که چند نفرم پشت سر من دارن میان، ولی من دیگه اعتنایی نکردم، رفتم به سمت کشتی. وارد کشتی که شدم اون متصدی کشتی که بیدار شد اومد بالا، متوجه این داستان شد که من برگشتم تو کشتی و بعد با اونا صحبت کرد و بهشون گفت آره این محمد ایرانیه. اینا صحبت کردن با هم و اون براشون توضیح داد که حتما دنبال جایی میگه. منو بردم با خودشون اونجا، بهم جایی دادن و شب اونجا خوابیدم که فردای اون صبح یه صبحانه‌ای بود، چند نفر دور اون صبحانه جمع بودن. یکی از اون افراد همین آقایی بود که گفتم بود. یه گروه مسیحی‌ها بودن که میرفتن تو این جزایر راجع به مسیحیت صحبت میکردن باشون. یه چند تا خانم بودن، یکی از خانم‌ها مال اسپین بود، از کشور اسپین اومده بود، پزشک بود. خودش تصمیم گرفته بود واکسن تهیه میکرد، واکسن‌های کودکان، فلج اطفال اینا، و میومد خیلی با برنامه روتین میرفت تو این جزایر اینا و به بچه‌هاشون واکسن میزد و این کار رو هر 3 ماه انجام میداد. خب این خانم انگلیسی بلد بود. بعد اون خانم مسنی که شب در رو باز کرده بود و من باش صحبت کرده بودم که در رو من بسته بود، از بغل من که رد میشد مثلا یه چیزایی میگفت و میخندید. من از این خانم بپرسید چی میگن ایشون. بعد باش صحبت کرد و بعد خودش هم زد زیر خنده. گفتم چی شده؟ گفت محمد تو نمیدونی شب چی کار کردی؟ تو اومدی اینجا در زدی، بعد ایشون اومده در رو باز کرده، شما رو دیده، هراسون اومده تو، همه رو بیدار کرده، گفته بلند شید حضرت عیسی اومده. گفتن چی؟ حضرت عیسی یعنی چی؟ تو داری چی میگی؟ بعد اومدن دم به در حضرت عیسی داره میره، به خاطر ظاهری که داشتی دیگه، ریش بلند و موی بلند. بله. بعد این خانم میگفت که تا دم قایق که مشخص بود هویت شما چیه، اینا اصلا دل تو دلشون نبود، نمی‌دونستن جریان چیه. کاملا و شما یه شوک خیلی عجیبی به این خانم وارد کرده بود. ما چقدر موندی تو این جنگل و تو این جزیره؟ بیش از 3 هفته، فکر کنم 1 ماه شد. از زمانی که وارد آمازون شدم تا زمانی که خارج شدم 1 ماه شد. و همینجوری دائم داشتی میخوندی قرآن؟ بله، من 2/3 قرآن رو توی جنگل آمازون خوندم. و بعد برگشتی امریکا؟ برگشتم امریکا. خب و خانواده‌ام کاملا نگران و مضطرب. بله هولوش 3 هفته بود من حمام نکرده بودم، یا 2 هفته بود حمام نکرده بودم، چون توی جنگل ها و اینا بالاخره آب بود ولی خب اون شرایط حمام فراهم نبود. و تو برگشتی تفاوتی کرده بودی؟ یعنی فرق تو خانواده فهمیدن که یه اتفاقی برای محمد شهیدون همون وقتی اومدن نزدیک من بشن، من بهشون گفتم نزدیک نشین، اجازه بدید من برم یه حمام حسابی بکنم، بعد میام باهاتون صحبت میکنم. ولی به محض اینکه 1-2 روز از برگشت من گذشت، خانواده متوجه شدن که تغییر کلی تو ذهن من ایجاد شده. یکی از مسائلی که سریع این مسئله رو انتقال داد این بود که من رفتم سراغ تقویم رو باز کردم، چون توی قرآن خوندم که اگر ماه رمضان مسافر هستید، زمانی که از مسافرت برمیگردید روزه ها رو بگیرید. اومدم نگاه کردم، دقیقاً زمانی که من در مسافرت بودم ماه رمضان بوده و من ماه رمضان رو در جنگل های آمازون بودم. خب اومدم شروع کردم روزه هامو گرفتم. البته شرایط روزه رو زیاد متوجه نبودم، از چه ساعتی بعد دیگه نخورم، از چه ساعتی بعد افطار کنم، ولی یه چیزی شبیه همون چیزی که شنیده بودم شروع کردم. یعنی هیچ معلمی تو اون شرایط نداشتی؟ نه، هیچ کسی نبود به من بگه. بعد خواهرم که من دعوت کرد برای نهار، بهش گفتم که مثلا من روزه هستم. خب خیلی شوک شد. یعنی چی روزه هستی؟ گفتم این کتاب قرآن که با خودم بردم خوندم و یه همچین مطلبی توش هست. البته که داری با شوخی میکنی ها؟ بله، اول من همه منو به شوخی گرفتن، ولی بعد که دیدن جدی موضوع و من ازشون درخواست کردم، گفتم که راستی فریبا من نماز خوندن بلد نیستم، کسی رو میشناسی که مثلا به من نماز خوندن یاد بده؟ که اون موقع خدا خیرش بده یه نفر از ایران اومده بود که از اقوام اون نماز خوندن بلد بود، اومد و نماز خوندن رو به من یاد داد. این شرایط که ایجاد میشد اونا رو خیلی شوک میکرد و اولش زیاد ناراضی به نظر نمی اومدن، تحمل میکردم. بعد یه دفعه
خیلی نسبت به این موضوع اصلا شاکی شدم. اول فکر می‌کنم یه جوی تو رو گرفته. یه جوی منو گرفت، بله. و بعد که دیدم من کاملا دارم خودم رو میبرم از یک سری از محل‌هایی که خانواده من میرن، مثل لاس وگاس، مثل کنسرت اینا، و من کاملا خودم رو دارم دور میکنم و نمیرم اونجور جاها دیگه. این خیلی براشون کاملا جا افتاد که نه، یک تغییر کلی تو ذهن محمد ایجاد شده. و من به وسیله نماز و روزه و خواندن قرآن داشتم فرهنگ خودم از فرهنگ غلط به فرهنگی که خداوند در قرآن ترسیم کرده داشتم برمیگردوندم. ولی بازم تا اینجا همراهی نداشتی، یعنی معلمی کسی که کمکت کنه؟ اون موقع هم که هنوز ازدواج نکرده بودم و با همسرم آشنا نشده بودم. خدا رو شکر همسرم که خب از یه خانواده سنتی ایرانی میان و خیلی از این مطالب رو آموزش دیده بودن، ولی خب من تنها بودم. محمد، قصه ما در اوج اون زندگی عجیب غریب و حتی یه جاهای طبیعی در تمام جهان که دیگه داشت افراط هم میکرد و همه لذت‌های جهان رو دوست داشت تجربه کنه برای خودش، میفهمه که کارناوالی در برزیل و این فراتر از کازینوها و دیسکوها و لاس وگاسی که رفته و اینا، برم اینم ببینم چه خبره. میره اما هرگز سر کله‌اش اونجا پیدا نمیشه، برای اینکه همراه خودش کتابی رو میبره که فقط اسمش رو شنیده سر سفره 7 سین به اسم قرآن. میره یک ماه تو جنگل‌های آمازون کتابو میخونه، برمیگرده تغییر میکنه. خانواده کاملا میفهمن، اول مسخرهش میکنن، بهش میخندن، شوخی میکنن، میگن نه جدیه قصه. خب این روزا رو چیکار میکردی؟ معلمه کجاست؟ بله. تو احساس میکردی که تو 26 سالت اما هیچی نمیدونی؟ بله بله. جالب خود این کتاب قرآن خودشون هم خداوند بیان میکنن، میگن این قرآن برای کتابیه که برای فهم آسانه. یعنی اگر شما مثلا معلمی هم نداشته باشی این کتاب به دستت برسه، اینجوری نیست که راهنمایی نکنه، شما رو میاره و به سمتی میکشه که مطالبی رو در این کتاب خیلی واضح و اشاراتی رو به شما نشون میده که شما متوجه کل داستان خواهی شد. خب اون موقع من راجب شیعه و سنی هم میشنیدم، راجب فرقهای دیگه مسلمان هم میشنیدم و خیلی تو ذهنم این بود که خب کدوم یکی از این فرقه ها چی میگن، مطالبشون چی هست. بعد که تحقیق کردم دیدم که حقیقتاً فرق آنچنانی بین این فرقه های مسلمان ها نیست، فقط اینا الگوهاشون فرق میکنه. من به سوره 33 آیه 33 که رسیده بودم و میخوندم متوجه شدم سوره احزاب آیه 33 که من چون چپتر 33 هست همیشه تو ذهنم اینجوری یادم مونده 33 راجع به یه خانواده صحبت میکنه که این خانواده رو خداوند میگه من از هر مشکلی اینها رو دور نگه داشتم، پیوریفایشون کردم. خب برای من عجیب بود که خدا چرا این کارو میکنه. خب خدا خودش میگه که پروردگار شما حکیمی است که بعد میگه حکیم کار بیهوده انجام نمیده. خودش میگه تو قرآن، من جمله‌شو یادمه که یک فرد حکیم فعل بیهوده انجام نمیده. خب این تو ذهن من اومده بود که پس یک نظری خداوند داشتن این خانواده رو از هر عیبی دور نگه داشتن. جاهای دیگه هم خوندم که خداوند توی قرآن میفرمایند بارها به این کتاب رجوع کنید، ببینید میتونه عیبی ایرادی در این کتاب پیدا کنید. من این دوتا رو در کنار هم گذاشتم، یه منطقی برای خودم ایجاد کردم تو ذهنم. گفتم خب مثل هر دانشگاه و هر کتابی که تو دانشگاه تدریس میشه، شما بهترین کتاب رو هم که داشته باشید در کنارش باید یک معلمی باشه که اون معلم اشراف داشته باشه به اون کتاب و بتونه اون کتاب رو منتقل کنه، اطلاعات داخل اون کتاب رو منتقل کنه یا رموزشو یا رموزش رو بیان کنه. بله این بود که من این دوتا رو در کنار هم دیدم. هنوز حدیث پیغمبر به گوشم نخورده که من بعد از خودم دو چیز رو برای شما میگذارم که اهل سنت و شیعیان این حدیث رو قبول دارن که یکیش قرآن هست و یکیش خانواده پیغمبر هست. خب این هنوز به گوش من نرسیده، ولی این منطق توی قرآن خودش رو به من نشون داده. اون زمانها یک مجلسی بود در لس آنجلس انجام میشد. میگم هیچ ما مسلمون نداشتیم اون زمان، 22 سال پیش گروه مسلمان خیلی کم بودن. یه آقایی بود علی نامی بود که ایشون یک جلساتی رو برای امام حسین میگذاشت و من شنیدم که ایشون ایرانی هستن و تو وست بود این کارو میکنن. خیلی دوست داشتم برم تو اون جمع قرار بگیرم و اطلاعاتی هم اگه کسی داره سوالاتی دارم از اونا بپرسم. خب به اون جمع که رفتم من اونجا با خانواده آقای بهالو همسرم آشنا شدم که این زمینه ازدواج من رو از اونجا فراهم کرد و این جلسات برکتی بود که واقعا
برکت جلسات امام حسین، چون اون برای احیاهای شب‌هایی بود که شب‌های مثلا عاشورا و محرم اونجا از امام حسین هیچی نشده بودی ها؟ هیچی. اتفاقا تو اون جلسه که بودم به یکی از دوستانم گفتم من راجع به این فردی که شما اینجا جلسه براش گرفتین امام حسین هیچی نمیدونم. ولی بعدن که برگشتم تاریخ رو مرور کردم و یه مقدار بیشتر اطلاعات گرفتم، دیدم واقعا یک مردونگی اینجا اتفاق افتاده و همونجوری که من قرآن رو باز کردم و یک سری حقایق رو دیدم و نتونستم ازش بگذرم، امام حسین یک سری حقایق رو درک میکنه و نمیتونه به راحتی ازش بگذره. به خاطر همین همه چیشو برای این حقیقت میده که این حقیقت بر جا بمونه و این حقیقت از بین نه اینکه از بین نره، یعنی خیلی راحت مردم ازش نگذرن و به خاطر این حقیقت همه چیزش رو میده. این برای من خیلی ارزش داشت که یک مردی این چنین ایستاده و این چنین مقاومت میکنه و در مقابل یک حقیقتی رو که در این جهان درک کرده. تو این شرایط چجوری حج رفتی؟ خیلی جالب بود. من یک سال و نیم بعد از اینکه از برزیل برگشتم با اون موهای بلند و اون شمایل، خب روزهامو گرفتم، نماز هم شروع کردم خوندن، بعد رفتم حج، چون خونده بودم که حج واجبه بر من. تاریخ حج تمتع رو فهمیدم کی هست. رفتم به اصطلاح سفارتخونه عربستان توی وست الی ویزا گرفتم و برم حج. اونجا به قیافه من که نگاه کردن گفتن تو اصلا مسلمونی؟ این چه قیافه‌ای برای خود درست؟ این کماکان موهای بلند و ریش‌های بلند. بله گفتم شما چیکار دارین؟ من مسلمانم دیگه، اسمم محمد. بذارید من برم مکه، میخوام برم حج. از رفتارشون زیاد خوشم نیامد با من. بعد خلاصه رفتم حج، رسیدم جده دیدم که یه سری دور خودشون حوله‌های سفید پیچیدن اینا. زود رفتم لباسامو درآوردم، حوله خریدم، اومدم حوله‌ها رو پیچیدم دور خودم و راه افتادم تو جده. گفتم خب ببینید من یه بلیطایی دارم، بلیطای اتوبوسه، بعد برم به سمت مکه، کجا باید سوار بشم؟ از من پرسیدن تو کجایی هستی؟ گفتم من ایرانی هستم. گفت برو اون گروه ایرانی‌ها اونجا هستن، برو از اونا بپرس. رفتم اونجا، جزء گروه ایرانی، گروهی بوده از مشهد اومده بودن. یعنی آداب و مناسک و اینها رو در تمتع نمیدونستم، فقط یعنی انگار که مثلا کوله پشتیمو برداشتم دارم میرم اروپا. بلند شدم برم حج به جا بیارم. با همون افکاری که داشتم و با همون اطلاعات کمی که راجع به اسلام داشتم وارد حج شدم. با این گروه که آشنا شدم، خدا رو پدرشون رو بیامرزه، اینا حمایت کردن و گفتن نه شما بیا، یه سری مسائل هست باید رعایت کنی. اینا چی؟ به خودت بستی، برو اینا رو تربیت. الان که اینا رو نمیپوشیم، ما میریم محرم میشیم، بعد این لباس رو عوض میکنیم. خلاصه از اونجا جریان حج من شروع شد و من به کمک اون آقای که اون معممی که تو اون گروه بودن حج رو به جا آوردم. موهامو از ته زدم و برگشتم به امریکا که زندگی من دوباره آغاز شد. بعضی وقتا فکر میکنم که اگه یه روزی زندگی نامه خودم رو بنویسم، تیترش رو می‌نویسم و خداوند ابله ها رو نیز دوست می‌دارد. واقعا خیلی سطحی فکر می‌کردم و خیلی اصلا راجع به خیلی از مسائل فکر نمی‌کردم و جالب بر اینه که احسان جان، روزی که من داشتم طواف می‌کردم دور خانه خدا، متوجه شدم که امروز روز تولد منه و خداوند به این سادگی اینو تو زندگی من گذاشت. ببین یه تولد دوباره بهت دادم بعد از 27 سال، خرابش نکن. و به قول خیلی از دوستام که مثلا راجع به خوندن قرآن من میشنون و اینا، من بهشون میگم من این قرآن رو آسون به دست نیاوردم. واقعا یه چیزی هستش که امیدوارم که دوستان منم که یا تماشاچیایی که این برنامه شما رو تماشا میکنن یه نگاه دوباره به این کتاب داشته باشن. تمام چیزی که تو ذهنشونه بذارن کنار، راجع به این کتاب خودشون بیان نقدش کنن. من که با این دید رفتم سراغش. من رفتم که مشکلاتش رو ببینن و بیام و خواهرم که به نظر من اون زمان خرافاتی بود و اصلاحش کنم. اصلا با یه دید دیگه بیان سراغ این کتاب و این کتاب رو مرور کنن. امروزه من می‌بینم تو این شبا فقط بریم سراغش به صرف این که رو سرنگرش داریم برای این مراسم، اما از قلبش، از درونش، از فحواش و محتواش چیزی نمیدونیم. خانم شما خیلی کم صحبتین، چرا به محمد قصه ما بله گفتید؟ این سوال همیشگی تاریخ ماحصله. یه آدمی تازه اومده بود وارد این فضا شده، احتمالاً تو شهر ممکنه پشت سرش هم کلی حرف باشه، قبلا کلی شیطون بود و پارتی کن و از این صحبت‌ها و اینا، ولی یواشکی سرکردش تو هیئت امام حسین پیدا شد تو امریکا. ولی شما خب یه خانواده سنتی تر داشتید اونجا.
شما حجابتون داشتین اونجا یا؟ بله، من سن 13 سالگی حجاب گذاشته بودم. یعنی از 3 سالگی که رفتین امریکا ولی از 13 سالگی حجاب. بله. یعنی خانواده به شما فشار می‌آوردن خودتون انتخاب کردین؟ نه، فشار که نمی آوردم، ولی خب بهم گفته بودن که ما به عنوان یه مسلمون، مادرم خودشون حجاب داشتن، شما که به سن تکلیف میرسین بعد نماز بخونین، روزه بگیرین، حجاب داشته باشین. ولی خب فشاری نبود که مثلا اگه حجاب نداشته باشین مثلا ما از خونه بیرونت میکنیم. یعنی شما بقیه خانواده‌تون همه حجاب داشتن، خواهرها اینا؟ نه، ما الان 3 تا خواهر هستیم، 2 تامون محجبه هستیم، یکی از خواهرام حجاب ندارن. یعنی کاملا انتخاب کردین تو امریکا که حجاب داشته باشین؟ بله. چرا انتخاب کردین؟ اگر که اونجوری راحت‌تر نبودی؟ اون موقع ازم میپرسیدین میگفتم نمیدونم، فقط به خاطر اینکه وظیفه‌م بودش. میدونستم مثل نماز خوندن، بعد نماز رو میخوندم، حجابم بعد میذاشتم، ولی چرا نماز برای چی بخونم، حجاب برای چی بذارم، به چه نفعیه برای من، اونو متوجه نمیشدم. نه اینکه بهم نگفته باشم، ولی درک نمیکردم، نمیفهمیدم. کم کم که از دوران اون 4 سال که شروع کرده بودم حجاب گذاشتم، های سکول بود، تا دیپلممو که گرفتم رفتم دانشگاه، کم کم اون موقع متوجه شدم که این حجاب یه تیکه پارچه نبود که من مثلا موامو پوشونده بودم یا اینکه مثلا بدنم پوشونده بودم. این حجاب یه حفاظی برای من بود، یعنی کاملا اون اون پیر پرشر، اون فشارهایی که همسنایی که داشتن اون زمان تو امریکا خیلی شدیده، اون سن خیلی سن حساسیه و اون فشارها رو من خیلی کمتر بود، چون کسی نمی اومد طرف من مثلا از من بخواد دعوت کنه که باش دوست بشم یا اینکه باش پارتی برم یا وارد مثلا مواد مخدری، مشروبات، چیزای اینجوری. اصلا کسی از من این درخواست نداشت. و با اینکه من شاید اون موقع دوست داشتم که این برخورد بشه با هم، چون بالاخره یه سنی بودش که اون موقع آدم دوست داره جلب توجه داشته باشه از بقیه و میخواد که مثل همه اونا مثل هم باشیم. شما نمیخوام فرقی داشته باشم. محمد یک کسی تو زندگیش بوده که عموش بوده که خیلی باش مقابله میکرده که بله، حتی ضد همه این افکار و همه این سوالات و کنجکاوی محمد بوده. بله. شما کسی دور و براتون بود که حتی بهتون بگه که چه کاریه این، چه خرافاتی که شما بهش اعتقاد رها کن؟ کمی عجیب باشه ولی منم از اون عموها داشتم. عمو من البته چون ایشون از جوونی اونجا زندگی میکردن خیلی امریکایی فکر میکردن، یعنی حتی صحبت کردن و میگفت باید انگلیسی صحبت کنیم، اصلا فارسی بلد نبودن. و الانم که باشون مثلا صحبت کنیم فارسی خیلی سخته و خیلی لهجه دارن، اصلا میگیم خب بذاریم انگلیسی راحت تره. ایشون هم به شما راجع به حجاب و دین و اینا؟ بله، ایشون به مادرم مثلا میگفتش یعنی چی شما توی کشوری زندگی میکنین که لازم نیست حجاب داشته باشین، حجاب که بذارین بدتر بهتون توجه میکنن و مخالفت میکردن. من خب کوچیک بودم، مثلا 9 سالم بود که بهم واجب شده بود، میخواستم حجاب بذارم و یه مدت خیلی کوتاه امتحانی گذاشته بودم. ایشون به من میگفتش که نه تو بچه، یعنی چیه سرت کردی دست بیار. چرا به محمد قصه ما بله گفتی؟ پولشو بعدم بهت میدم، هیچی نگو. محمد همیشه یه حرفی میزنه که من خیلی بهش عقیده دارم، میگه که خداوند این عشقو میذاره تو قلبمون. مثلا شاید محمد کاری نکرده که من بهش مثلا علاقه بستم، خداوند این علاقه رو تو دل من گذاشت. با هم که ازدواج کردین کدوم چیز صبورن عمیق‌تر بود نسبت به مثلا مفاهیم قرآن، نسبت به اهل بیت، نسبت به موضوعات مختلف؟ شما یا خانوم؟ هر دو داغ بودیم، یعنی هر دو نسبت به این گنجی که پیدا کرده بودیم خیلی مشتاق بودیم. همیشون تو اون جمع که زندگی میکرد، توی اون جوی که زندگی میکرد، خب یک پشتوانه و یک اعتماد به نفس بیشتری براش ایجاد شد وقتی دیدی که همسری داره که اون همسر هم مثلا نسبت به
این کتاب و این معجزه الهی مثلا اشراف داره، مثلا بی‌اعتنا نیست. ما که قرآن همیشه خوندی، وقتی برخورد می‌کردی با یه آیه‌ای که از این صحبت می‌کرد که خداوند زمین رو از حجت خودش خالی نمیذاره، باش برخورد کردی؟ بله. اصلا من امامت رو از خود قرآن یاد گرفتم که مقوله به نام امامت هست. سوره بقره آیه 124 خیلی راحت این مطالب رو میگه ای ابراهیم، اکنون که تو همه امتحانات رو خوب پشت سر گذاشتی، ما تو رو به عنوان امام میخوایم برگزینیم. من اونجا متوجه شدم که یه فرقی بین پیغمبری و امامت هست. و بعد که این آیه که شما فرمودین بهش رسیدم که خداوند میفرمایند که من هیچ وقت کره زمین رو بدون حجت خودم رها نکردم و نخواهم کرد، نه در گذشته نه در آینده. من متوجه شدم که پس یک فرد مسئول representative از سمت خداوند رو کره زمین همیشه هست. و این شب‌های قدر هم که ما عقیده داریم که فرشتگان نازل میشند، خب این نازل میشن به کی نازل میشن؟ اینا همه یواش یواش مثل یه پازل تو ذهن من یواش یواش شکل گرفت که پس این فرشتگان در این شب مبارک به حجت خدا در روی کره زمین نازل میشن. اینا همه ولی به مرور زمان شکل، میگم 20 دقیقه طول کشید من تسلیم این منطق شدم و قبول کردم این معجزه بزرگ الهی رو و باش شروع کردم زندگی کردن. ولی چیزی نزدیک 3 یا 4 سال طول کشید که من افکار تفکرات حالا شیعیان رو متوجه شدم و با اهل البیت آشنا شدم و فهمیدی اهل بیت همون معلمان که آخه خیلی این نکته جالبه، شاید تکراری باشه، ما کسی نمیتونه حتی حافظ رو به تنهایی بخونه و بفهمه. آدم شبیه من فیزیک هالیدی کسی نمیتونه بگیره نگاش کنه و بخونه بفهمتش. حتما این معجزه الهی احتیاج به یک معلم داره، به یک مفسر داره. و تو فهمیدی اهل بیت. بله احسان جان، یه سوالی من همیشه از دوستانم تو آمریکا میکنم، یعنی بهشون میگم ببینید ما مسلمون ها خیلی بی معرفتیم نسبت به این آیات و این معجزه بزرگ الهی. چرا که اگر تصور بکنیم الان امروز برادران و خواهران ما در بشریت که به دین یهودیت هستند، اینها هر کدوم تو منزلشون یک عصای موسی با تمام اون معجزات داشتند. چون تصور بکنید این یهودیان با این عصای موسی که در منزل داشتن اصلا دنیا رو تغییر میدادن، ذهنیت مردم دنیا رو تغییر میدادن. این معجزه رو برمی داشتن و تمام دنیا رو، ذهن انسانها رو، گوش انسانها رو پر میکردن، اطلاع رسانی میکردن. ولی ما چقدر بی‌معرفت هستیم نسبت به این کتاب، نه حتی خودمون هم حاضر نیستیم بریم سراغش و بخونیم و این اشراف پیدا بکنیم. این کتاب معجزه پیغمبر ماست. بله. و معجزه زنده پیغمبر ماست، یعنی پیغمبر ما که از دنیا رفتن ولی معجزه ایشون تا امروز الان در کنار ماست. قرآن کریمی که دست تو همون قرآن سبز همون قرآنه. بله این همون قرآنه که من از زیرش رد شدم، یک بار صحافیش کردم چون توی آب افتاده بود، خیلی خراب شده بود، اینو صحافیش کردم. همون قرآنی که یک روزی بهش خندیدی. بله. اما الان معجزه زندگی تو. بله الان راهنمای زندگی من. خیلی خوبه. به قول خودش خدا دوستش داشته دیگه. جای عجیب غریبی هم دوستش داشته واقعا. یه جای عجیب غریبی. خیلی جالبه که قرآن در ماه رمضان میگن ریویل شده، نازل شده و برای محمد هم همون موقع قرآن تو ماه رمضان بود و خودشون متوجه نبودن. بله این نکته خیلی عجیب بود که تعریف کرد. خیلی خوب. حالا آرزوتون چی؟ آرزوهاتون رو برام بگی. من دوست داشتم قصه اینکه زن و شوهر رفت بود سراغ سرخپوستا برای اینکه راجع به اسلام باشون حرف بزنی. قصه فوق‌العاده‌ای داره محمد و خانمش، راجع به اینکه میرن سراغ سرخپوستا و یه تعدادی از بین اونها حتی مسلمان شدن. شاید تو آیته بعدی که برنامه تموم شد برامون تعریفش کنید. اما دوست دارم آرزوهاتون رو بشنوم و خداحافظی کنید. یا اگر دعایی تو دلتون تو این شب قدر، این همه مخاطب میلیونی که ما داریم و کلی جوونایی که نشستن حرف شما رو گوش کردن، حقیقتش آرزوی من اینه که جوونهای بازنگری داشته باشن به تمام عقایدشون. یعنی خداوند تو قرآن میفرمایند که من کاری ندارم که شما به خودتون چی خطاب میکنید، مسیحی، یهودی، مسلمون یا مثلا ستاره شناس. من به این سه تا چیز نگاه میکنم. اولا منو به یکتایی قبول دارید، دوما این که شما روز قیامت رو منطقی قبول دارید که یه همچی روز حساب کتابی براتون من در نظر گرفتم. خیلی کوتاه. و
سومین چیز من به اعمالتون نگاه میکنم. امیدوارم که ما یک نگاه دوباره به این کتاب داشته باشیم. کتابی است بسیار ساده برای فهمیدن و میتونیم نقدش کنیم، میتونیم بهش رو بیاریم و اون رو آرامش خودمون و خانواده‌مون و جامعه‌مون و این دنیایی که توش زندگی میکنیم قرار بدیم. خانم شما؟ خیلی کوتاه منم دعا میکنم که واقعا برای من بهترین دعا اینه که عاقبت به خیر بشیم انشالله. زندگی محمد، زندگی من هیچ دلیل نمیشه که ما آخرش هم همینجور باشیم. به نسبت آدمایی که شبیه اون که خواهر شما این که حجابی ندارن یا حجابشون کمتره، شما خودتون رو خیلی بنده بهتری میدونید؟ اصلا چون من هیچ اجازه ندارم که از کسی دیگر رو جاج کنم، کسی دیگر رو جاج چی میشه؟ قضاوت کنم روشون، چون باطن یه چیزی دیگه است. اما میگم که حیفه، چون من فکر میکنم سخت‌ترین تغییراتی که آدم میخواد انجام بده باطنشه تا ظاهرش. بسیار خب، ما خیلی نزدیکیم به اذان. من با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم تو آیتممون بتونیم باز با شما صحبت کنیم. اولا ما شرمنده شماییم که شما مسافر کربلا بودیم، به خاطر ما در واقع اومدین و سفرتون عقب انداختین. دو اینکه الان چند تا سوال تو ذهن مخاطب هست. دلیل بازگشت محمد و خانومش به ایران که چند سال اومدن ایران و خانومشون بعد از 30 و خورده ای سال از امریکا اومدن، محمد هم بعد از نزدیک 30 سال اومدن. چند سال؟ 40 چند سال اینجا زندگی کردیم؟ 36 سال. شما 36 سال امریکا بودین، از 3 سالگی هم رفتین دیگه؟ بله. تو هم نزدیک 30 سال بودی دیگه؟ بله 28 سال. 28 سال امریکا بود. خیلی همون جوونایی که الان اینجا فکر میکنن آرزوهاشون اونجاست، یا حالا یه کشور دیگه، یا چه میدونم اون لحظه‌ای که شما سفری می‌کردین اونجا تو اون درگیری‌های ذهنی با خودشون هستن. فکر نکنید من برگردم کشور خودم و حالا مثلا یه جوون شبیه خودم و حالا بتونم بهش آگاهی بدم. حداقل اینا تو ذهنتون میومد یا یه خانم مسنی بودن که بدون اینکه رفته باشن علم مثلا درس خونده باشن قرآن رو میتونستن بخونن. این برایشون خیلی عجیب بود، برای منم خیلی عجیب بود. من احترام خاصی به این داشتم. بله خیلی عجیب بود برام که ایشون مدرسه نرفته بود، مکتب نرفته بود، ولی قرآن رو روخونیشو خیلی صحیح میتونست بخونه. ایشون به من اصرار میکرد که تو ایران نرو، تو همینجا بمون، با مردم راجع به اسلام صحبت کن. من وقتی از پیش ایشون از توی من جایی که ایشون بودن اومدم تو ماشین نشستم، همسرم توی داشبورد همیشه قرآن نگه می‌داشت. اون قرآن رو آوردم باز کردم و یک آیه اومد، معنی اون آیه رو داشتم می‌خوندم. معنیش این بود فرمودن که ای مردم در بین اقوامی که این سه صفت رو دارن زندگی نکنید. آنها که علنا کفر می‌ورزن، علنا فساد میکنن، علنا ظلم میکنن. خب من خیلی دوست داشتم که من در بین اقوامی که این سه صفت رو دارن زندگی نکنم. گفتیم ما اونجا حتی یه کارهایی هم میکردیم، رفتیم و سرخپوستا تو بین سرخپوستا اینکه هدایتشون کنیم بدون اسلام. این تصمیم اصلا از کجا؟ من میخوام قانون شروع کنم. اصلا شما چجوری قبول کردین همراه ایشون بریم؟ خطرناکه. ما چیزی که تصویری که از سرخپوستا دور میشنویم و میبینیم، حالا اینه که بریم دعوتشون کنیم به دینی که خودمونم خیلی سخت شاید راجعش بتونیم حرف بزنیم. شما چی خانم؟ والا من نمیترسیدم، یعنی اصلا این چیزی تو ذهنم نبود که مثلا جای خطرناکی داریم میریم، چون خیلی از لحاظ تفریحی میرن اونجا. یه کمی مسیر سختی داره، 8 ساعت پیاده رویه. 8 ساعت پیاده روی از اونجا که ماشین بالای اون کنین، چون اینا معمولا دور از نقاطی هن که شهر نشین هم، اینا خیلی باید پیاده روی، یعنی ماشین رو نیست. گفتیم مثلا خب یه هدفی هم داریم تو این تفریح. چی بود هدف محمد جان؟ والا از اون زمانی که من قرآن رو خوندم همیشه دوست داشتم به این گنجی که من دست پیدا کردم دیگران هم دست پیدا کنم. این بود که از هر فرصتی استفاده می‌کردم که با مردم راجع به این کتاب صحبت کنم. با یه آقای اونجا آشنا شدم که از این منطقه سرخپوستا در این منطقه نوادا بود. وقتی که به اسلام گرایش پیدا کردم تلفن اون قبیله رو از شرکت تلفن گرفتم، زنگ زدم، با رئیس قبیلهشون صحبت کردم، گفتم شما چیزی راجع به اسلام میدونی؟
میدونید؟ گفت نه ما نمیدونیم. گفتم من تازگی‌ها یک اطلاعاتی راجع به قرآن به دست آوردم خودم که دوست دارم مثلا با شما در میون بذارم. گفت خیلی خوب بیا فردا میای. گفتم فردا که نه، اجازه بدیم مثلا هفته آینده. اومدم اونجا. اون زمان ما چند تا جوون دور هم جمع می‌شدیم توی وستله، یه دعای کمیلی داشتیم. بعد از دعای کمیل گفتم یکی از کارهایی که من هفته آینده می‌خوام انجام بدم رفتن به سرزمین سرخپوستاست، هر کی دوست داره با من بیاد. 12 نفر شدیم و بعد رفتیم اونجا و جالب بود اینا خیلی جلسه ما رو جدی گرفتن و هیئتشون نشست، یه نشست خیلی جدی با ما داشتن، هر چی ما میگفتیم مینوشتن. وقتی که مطالب رو ما گفتیم و معجزه قرآن رو گفتیم و بیان کردیم، یه دفعه بین رئیس قبیله و سران قبیله با مردمشون دعوا شد و ما دیگه موندیم چیکار کنیم، خدا اینا چرا با هم دعوا میکنن. بعد به زبان خودشون هم دعوا میکردن، نه به زبان انگلیسی که ما بفهمیم چی میگن. گفتم ببخشید من یک مطلبی هم هستش که میخوام بگم که یک نقطه اشتراک هست بین شما نیتیو امریکن ها و ما مسلمان ها. این است که شما یه عقیده دارین، عقیدتون هم بر اینه که فردی سوار اسب سفید از سمت شرق به غرب به سمت غرب حرکت میکنه، یه روزی میاد و بذر عدالت رو همه جا میریزه. تحقیق کرده بودیم اینو میدونستن راجع به این عقیدهشون. بله همه سراشون رو تکون دادن، همه ساکت شدن و سراشون رو تکون دادن. دعوای آروم شد، دعوا کاملا آروم شد. بعد من دیگه بدون هیچ وقفه‌ای گفتم ما هم منتظر همون شخص هستیم. دیگه اسمشون رو نگفتم، کنیه‌شون نگفتم که فرزند نوه پیغمبر هستن، اینا هیچ کدوم نگفتم. گفتم ما هم منتظر همون شخص هستیم. بعد که اومدیم بیرون، یکی از اونایی که تو دعوا میکرد این داره با سرعت میره. یکی از دوستان من ابراهیم صداش زد، ایشون سیاه‌پوست هستن. صداش زد گفت اینجا دعوا سر چی بود؟ گفت دعوای تو ولش کن، این چیف ما اصلا منطقی حرف نمیزنه. رئیس قبیله‌مون. بله شما این همه دلیل منطقی آوردین که این کتاب از طرف خداست. میگه نه من اول باید من بخونم، اگه من قبول کردم اون وقت شما اجازه دارین بخونید. این چه کاری؟ اگه این از طرف خداست خب خودمون برداریم چه لزومی داره که شما به ما اجازه بدید؟ دعواشون سر این بود. و فرداش که ما داشتیم برمیگشتیم اون آقا اومد گفت من قرآن رو خوندم دیشب و من قبول دارم. اشهدشو گفت، مسلمان شد. ما یه سری قرآن هم بهش دادیم و رفت. یعنی شاید مثلا کل این مسیری که ما طی کردیم رفتیم اونجا قبیله رو مسلمان کرد. من نه، خداوند واقعا اصلا این همتی که ایجاد شد و رفتیم و این حقیقت رو به گوش اون رسوندیم، اون آمادگیشو داشت. ما راجع به معجزه‌ای صحبت کردیم که امروز با این همه تکنولوژی که تو روی کره زمین هست، با این همه سیستم کامپیوتری و اینا، هنوز نتونستن یک سوره مثل این کتاب طراحی کنن با این همه تکنولوژی که شما همون رجزخونیه هنوز بی‌پاسخه. آفرین. چرا میشه بالید به این کتاب؟ بله این معجزه الهیه. و اگه این قرآن نبود مطمئن باشید من ایمان نمی‌آوردم به اسلام. اگه این کتاب معجزه این کتاب نبود، چون میدونین انسان‌ها قلبشون با معجزه تسکین پیدا میکنه، چون خیلی از مطالب و حقیقت‌ها رو شما بگی باز من ممکنه قبول نکنم ته دلم، ولی با معجزه ته دلم قرص میشه. همه پیغمبران خداوند همین روش رو داشتن، همیشه یک معجزه‌ای با خودشون می‌آوردن، دل مردم رو قرص می‌کردن به اون مطلبی که دارن میگن. حالا این قرآن در دست ماست، در کنار ماست، با ما داره زندگی میکنه، روح داره، حتی جوابگوی مشکلات ماست. همشیره من، خواهر من همه اتفاق براش افتاد. این حقیقتی رو من هی بهش میگفتم قبول نمیکرد. یواش یواش مرور زمان اتفاقاتی برای خودش و زندگیش افتاد که کاملا این مطلب براش جا افتاد که من پناهگاهی به جز این قرآن نداره. بله ایشون حتی افرادی که مثلا سالمند هستن نمیتونن حج به سادگی به جا بیارن، از امریکا میبره حج. ایشون از امریکا پس کاروان حج میبره. بله من بعد از اینکه گرایش پیدا کردم به اسلام یه سفری تو برنامه‌ام هنوز داشتم به اروپا. با دوچرخه از فنلاند اومدم رفتم تا اسپانیا. بعد اسپین که رسیدم شهر بارسلونا، اونجا یه مراسمی بود، مردم برای یک هفته میومدن تو خیابون و غذاشون رو تو خیابون میخوردن. یه مراسمیه هر سال تو تابستون اتفاق میفته. من که رسیدم اونجا خیلی خسته بودم و دیدم این مراسم هست، رفتم نشستم سر این میزا که مردم غذاشون رو آوردن، مردم تو خیابون با هم غذا میخوردن. در کنار من یک پیرمردی بود، خیلی چهره نورانی داشت، نشسته بود و به من گفت تو کجایی هستی؟ گفتم من ایرانی هستم. گفت یکم مکث کرد، گفت تو میدونی بهترین مرد عالم، بهترین مرد تاریخ کی بوده؟ من مثلا ذهنم رفت
بگم مثلا راجع به کی داره صحبت میکنه. همه چیزای غربی ها یا تاریخ مثلا اروپا تو ذهنم داشت مرور میکنم. من کیو بگم؟ چون یه آدمی که تو دل اسپانیا تو بارسلون داره به شما این حرفا میزنه، بگید به قول شما شخصیت تاریخی. بله. چه جوابی داد؟ خودش جواب داد، گفت علی. اصلا اینجوری کرد، این علی که گفت اصلا تن منو لرزون. گفتم نگاه کن، این علی رو میشناسم، من علی رو نمیشناسم. من اون موقع قرآن خونده بودم، خیلی از خودم خجالت کشیدم. وقتی برگشتم به حالا از اون سفر خیلی بیشتر مطالعه میکردم راجع به این که واقعا علی کی بوده. ما این تندیس الان فکر کنم همه منتظرن که این تندیس بیاد تو خونه شما ان شاءالله، حالا نزدیک به این قرآن ان شاءالله بذارینش که چون خیلی برای ما این قرآنی که شما آوردین عزیز شد. این تندیس هم برای ما خیلی عزیزه. این کارت‌های هدیه هم خیلی ناقابله. این کارا دست شما در نکنه. خیلی لطف کردید. خیلی ممنون از لطفتون.